اگه کارای گوشت مرغ آماده میکنی خب به این روش که من برات میگم تیار کن. بسیار خوشمزه میایه و همچنان گوشتش نرم و لطیف. بهترین گزینه میتونه برای افطار و برای سحریتان باشه. اینا بیاین با هم میریم یک جا این کارای خوشمزه را تیار میکنیم. من مطمئن هستم که از این کارای خوشمزه واقعا که خوشتان میایه. بسیار در وقت کم یک گلاس روغن در کارایی میندازیم که داغ شد. بعد از او گوشت مرغ اضافه میکنیم. گوشت مرغ شما ببینین که ما به کدام اندازه برش کردیم یا بریدیم، به می اندازه شما برش کنین که گوشت از پیشتان سخت نمانه. بعد از او شما ایره خوب سرخ کنین. البته یک قاشق نمک انداختم. گوشت اینجا آب میکشه، اجازه میتیم که آب خود گوشت ببره. بعد از اینکه آبش برد و این رقم یک رنگ طلایی مقبول گرفت، شما میتونین که روغنش کم کنین دوستای نازنین، به هر اندازه که خوش داشتین. حال سیر و زنجبیل میکسر شده را اضافه میکنیم و دوستای نازنین مدام کارایی را شما شور بتین، به خاطر که آتش زیاد است از پیشتان نسوزه. مرچ تازه را اضافه میکنیم دوستای نازنین، به خواست خودتان است، اما کارایی که تند و تیز نباشه خو مزه نمیده. بادنجان رومی را دوستای نازنین ما در روش میچینیم و سرپوش کارایی را بسته میکنیم و این را میمونیم به مدت 15 تا 20 دقیقه که این قسم پوستا از هم جدا شوند. بعد از او یکی یکی ما پوستا را از بادنجان رومی میکنیم. متوجه باشین که پوست از پیشتان نمانه، همگیش شما پس کنین. بعد از او مرچ سیاه میندازیم و این را خوب شور میتیم. کوشش کنین که امی بادنجان رومی را شما میده کنین که خوب اما تا نرم و ملایم شوه. این اما تو شور داده برین دوستای نازنین، بخاطر که از پیشتان تن نگیره، یعنی در دیگتان نچسبه. خوب ایرا شور بتین. بعد از او شما اجازه بتین که اما تو سر روغن شوه و آبش جمع کنه. شما ببینین مرچ تازه انداختم همراه با گشنیز. کرای ما تقریبا دیگه آماده است که نوش جان کنیم. منتها وقت زیاد است به خاطر که به افطار مانده. اگه شما این روش پخت دوست داشتین دوستای نازنین، حتما همراه با دوستایتان عزیزایتان شیر کنین، لایک کنین، کامنت کنین و به یوتیوب چینل ما که به نام مزه سر بزنین.